بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از حقوقی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر من و شما دارند فرستادن درود و سلام بر رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. همین جمله معروف و ساده‌ای که هممون حفظ داریم، منتها خیلی کم اتفاق می افتد که ما بیاییم به عنوان یک ذکر این رو ورد زبان بکنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. یا به صورت سادهش اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. این یکی از حقوق رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. این از یک جنبه، و از جنبه دیگر این به عنوان یک عبادت و به عنوان یک عمل خیر از ما پذیرفته می شود که نفعش به خود ما باز می گردد. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در روایتی که در صحیح مسلم هست می گوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من صلى علی واحدة صلی الله علیه عشرا. هر کسی که یک بار بر من درود بفرستد، بگوید اللهم صل علی محمد، الله متعال در مقابلش 10 مرتبه بر اون رحمت میفرستد. همون گونه که الله متعال یک نیکی را 10 برابر و بیشتر از اون قبول میکند، والحسنة بعشر امثالها، اگر شما یک مرتبه بر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود بفرستید، الله متعال 10 مرتبه بر شما رحمت میفرستد. پس بنابراین بیاییم اگر واقعا محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم را داریم، این ذکر را اللهم صل علی محمد و علی آل محمد همون گونه که در نماز میخونیم انشالله همیشه این رو ورد زبان خودمون بکنیم. زیرا گذشته از این که حق رسول الله صلی الله علیه وسلم را ادا کردیم، عمل خیری را هم برای خودمون انجام دادیم و اضافه بر این هم الله متعال در مقابل ما را مورد رحمت خودش قرار می دهد. یک مرتبه درود خواندن مساوی با 10 رحمت الله متعال بر من و شما. پس بنابراین این فرصت را غنیمت بشماریم و این ذکر را ورد زبان خودمان بکنیم تا همیشه و در هر حال مورد رحمت الله متعال قرار بگیریم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.